سلام و روز بخیر. سرخط خبرها را من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. دو زن فراش اداره زمین در سوخت کشته شدند. مسجد مرکزی دوشنبه ویران نمی شود و آن را بازسازی میکنند. طالب ایانبکوف فرمانده سابق بدخشان قرضدار نبوده است. در روسیه 1 میلیون مهاجر غیر قانونی ثبت کردند. تاجیکستان به افغانستان هزاران تن انگشت فروخته است. این و دیگر خبرها در ادامه برنامه. پس از یک روز سوختار در اداره زمین ناحیه دیوشتیج دو زن فراش این اداره کشته شده است. هر دو زن از یک خانواده بودند. مقامات 2 نفر را با گمان قتل فراشان بازداشت کردند. آیا این اداره قصداً آتش زده شده است و انگیزه کشتار زنها چی بوده میتواند؟ همکارم فرزان محمدی در سوخت این موضوع را پیگیری کرده است و به طور مفصل از جای حادثه ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو در برنامه اخباری آزادی گزارش خواهد داد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ترکیه میگوید امروز در استانبول اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل متحد در سند امضا خواهند گذاشت که صادرات گندم اوکراین توسط بحر سیاه را تأمین میکند. چند هفته این جانب زیر نظر سازمان ملل متحد مذاکرات برای صادرات گندم اوکراین ادامه داشت. به قول دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ترکیه 21 ایول در مذاکرات سازش حاصل شد و آن باید در شکل کتبی به امضا رسد. تفصیلات این سند آشکار نشده است. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا این اعلان ترکیه را خوش پذیرایی نموده افزوده است که تمرکز روی آن خواهد بود که روسیه مسئولیت اجرای این سازش را بر دوش گیرد. 21 ایول دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در راه به استانبول بود. سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید حالا این سازش پررو بررسی نشده است. وزارت کارهای خارجه اوکراین تصدیق کرد که 22 ایول زیر سرپرستی سازمان ملل متحد مذاکرات دایر خواهد شد، ولی امضا شدن سازش را تصدیق نکرد. مسجد مرکزی دوشنبه که به نام مسجد حاجی یعقوب معروف است بازسازی می شود. 2 سال پیش سر و صدا پیدا شده بود که احتمال این مسجد تخریب یا به جای دیگر کوچانیده شود. جمشید سفر مسئول شرکت سبا با نشر عکس‌های طرح نوی بازسازی مسجد در صفحه فیسبوکش نوشته است که نمای این مسجد آوازه‌دار را با رنگ‌های سفید و سبز جلوه نو و تراوت تازه می‌بخشند. او گفته است شرکت سبا مسئولیت کارهای تعمیری در این جاذبه تاریخی، سیاحی و عبادتی را بر دوش گرفته است. مسجد حاجی یعقوب از مسجدهای معروف در دوشنبه است که صدها نفر نمازهای جمعه را در آنجا می‌گزارند. در نزد این مسجد مدرسه و شورای علما جای داده شده است. وادیم کاژینوف پرزیدنت فدراسیون مهاجران روسیه بر رسانه‌ها گفته است که سال گذشته در این کشور نزدیک 1 میلیون مهاجر غیرقانونی ثبت شده بود. تا ماه سپتامبر سال گذشته حکومت روسیه در پس منظر محدودیت‌ها به خاطر کرونا ویروس اعلان کرده بود که ثبت بود و باش شهروندان را تمدید می‌کند و آنها را برای حضور غیرقانونی از این کشور خارج نمی‌کنند. وادیم کاژینوف نگفته است که این مهاجران کی بودند و سرنوشت آنها چی شده است. سال گذشته صدها شهروند تاجیکستان را بنابر حضور غیرقانونی از این کشور خارج کردند. برخی مهاجران گفتند آنها را بی اساس یا با بهانه‌های ناچیز از این کشور راندند. در 6 ماه سال جاری در روسیه 6 میلیون و 600 هزار مهاجر ثبت شده بوده است که با گفته مقامات این کشور 2 برابر نسبت به همین دوره سال گذشته بیشتر بودند. بنابر حساب‌های گوناگون حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می‌کنند. سیراج الدین اکرامی رئیس بانک دولتی امانت بانک میگوید طالب ایانبکوف یکی از سابق فرماندهان در بدخشان دیگر از این بانک قرضدار نیست. او روز 22 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت 2 سال قبل قرض ایانبکوف به بانک پررو برگردانیده شد. رئیس بانک از حجم قرضهای اون نام نگرفت. طالب ایانبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانت بانک 455 هزار سومانی قرض گرفته بودند. قبلا نمایندگان امانت بانک گفته بودند که اموال ایانبکوف را برای برقرار نمودن قرضش به فروش گذاشتند. همکاران ما از خلاصه نشست در امانت بانک گزارش آماده میکنند که آن را 3 ساعت پس در برنامه اخباری آزادی میتوانید تماشا کنید.
دادستانی کلی تاجیکستان برای تفتیش فعالیت دادرسی بازداشت شده رستم سید احمدزاده یک گروه کاری را به ناحیه باباجان غفورов فرستاده است. یک منبع از دادستانی باباجان غفورov گفت که یک هفته باز گروه کاری در ناحیه قرار دارد. رستم سید احمدزاده از کمترین دادرسی بود که 4 سال پیش یک صاحبکار را که کارمندان دادستانی بازداشت کرده بودند بیگناه دانست و رهایش کرده بود. امامعلی رحمان روز 6 ایول در فرمان سبب تصمیم را کردار نامیده است که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند و او را برکنار کرده است. در نیم سال اخیر صادرات انگشت از تاجیکستان به افغانستان زیر نظر طالبان افزایش یافته است. تاجیکستان در نیم سال به افغانستان 195,000 تن انگشت فروخته است که در قیاس به 6 ماه سال گذشته 6,000 تن بیشتر بوده است. این نکته روز 22 ایول در نشست مطبوعاتی خدمات گمرک در ولایت ختلان صدا داد. مقامات گمرک گفتند که واردات مال و محصولات از افغانستان به تاجیکستان برعکس کم شده است. تاجیکستان در نیم سال به افغانستان در حجم بیش از 37 میلیون سامانی مال و محصولات صادر کرده است. ماهی اوگوست سال گذشته طالبان افغانستان را غصب کردند. تاجیکستان این کشور را به رسمیت نمیشناسد ولی چند گذرگاه مرزیش را برای واردات و صادرات مال و محصولات میان دو کشور باز گذاشته است. در پایان برنامه از قرب اسعار خارجی در برابر سامانی میگوییم. امروز 22 ایول بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 172 سامانی و 80 درم معین کرده است. $1 امریکایی به 10 سامانی و 27 درم و 1 یورو به 10 سامانی و 45 درم برابر شده است. این قرب رسمی است که بانک ملی اعلام کرده است و در بانک های تجارتی امکان دارد که کمی قرب اسعار فرق کند. سپاس بیننده عزیز که ما را همراهی کردید. سرخط خبرها به پایان رسید و ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو شما را در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. تا دیدار، خدا نگهدار.